کجا میریم؟ بریم کاسکو. بریم ممبرشیپ کاسکو رو بگیریم. Let's go روز بارونی. امروز اومدیم فروشگاه کاسکو. کاسکو یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ هستش توی کانادا که خیلی از شهرها اینجا شعبه داره. این فروشگاه حتما باید عضویت داشته باشی و با کارت که مخصوص خودت هست وارد بشی و خیلی آفرهای خوبی داره برای کسایی که ممبر هستن و کیفیت محصولاتی که ارائه میده واقعا خوب هستش. حالا جلوتر آشنا میشین با نحوه گرفتن این کارت و حتما از محصولاتی که این فروشگاه داره و نوع خرید کردنش براتون یه ویدیو دیگه تهیه میکنیم و از قیمت ها و آفرهایی که میذاره شما رو مطلع میکنیم. نگاه بکنید که چجوری میتونید عضو بشید و چه امکاناتی رو الان داره. خب ما الان داریم وارد پارکینگش میشیم. اون ساختمون بزرگی که میبینید از این ور تا اون ور کاسکو نوشته محل این فروشگاه زنجیره بزرگ هست. یه جای مناسب پیدا کنیم برای پارک کردن و بریم به سمت کاسکو. ممبرشیپ کاسکو بگیریم. ممبرشیپ سه تا حالت داره. یکی حالت بیزینسشه که $60 شما میدین، حالت گلد استارش $60 میدین و حالت اکزیکیوتیوش که 120 تا میدین. بعد با 120 تایی که میدین شما میتونید اگر شما با همسرتون با هم بیاین روی همین ممبرشیپ میتونید 2 تا کارت بگیرید که هر دوتون میتونید ازش خرید کنید. به اضافه اینکه الان یه آفر دیگه هم گذاشته روی با گرفتن کارت اکزیکیوتیو ممبر شما یه مستر کارت CIBC هم میگیرید که اگر توی 120 روز بعد از اینکه حسابتون رو باز کردین $60 خرید بکنید، $60 هم تو استیتمنتتون براتون آفر میاد. یعنی عملا نگاه شما بخش زیادی از اون ممبرشیپی که دادین رو دارین پرداخت. راجع به ایناش هم بگو که چه چیزایی میتونید کجاها خرید اینا. بعد شما اگر با این خود مستر کارتی که دارید میگیرید بیاید خرید بکنید، اگر رستوران خرید بکنید 3% کشبک داره. اگر برید کانفیدنس می کاسکو 3% کشبک بهتون برمیگرده. اگر بقیه جایگاه ها برید بنزین بزنید غیر از خود کاسکو 2% کشبک داره. از سایت کاسکو هم خرید بکنید 2% بهتون برمیگرده و برای بقیه خریداتون هم 1% برمیگرده. از خود کاسکو هم شما اگه خرید بکنید دوباره 1% مستقیم برمیگرده. این آفرایی که الان گذاشتم. اینجا میای عکس بگیرید یا روی کارت بعد عکس رو می‌زنیم این کارتی که ما گرفتیم. Thank you. خب اینجا ما خریدمون رو انجام دادیم و داریم میریم به سمت ماشین. نمیدونم چرا هر وقت میریم کاسکو زمانمون خیلی کمه و بدو باید بریم به کارهای دیگه هم برسیم. بعد یه دفعه حتما سر فرصت میان و براتون از محصولاتی که اینجا ارائه میشه حتما فیلم میگیریم و براتون توضیح میدیم که قیمت به چه صورته و در نهایت چجوری از این کارت استفاده کردیم و کشبکش به چه صورته. بدو باید بریم. نمیدونم چه حکمتیه دیرمون میشه. اینجا هم همیشه باید بکم رو باشه.